داریوش بزرگ، سومین شاه امپراتوری هخامنشی، در سال 550 پیش از میلاد در پارس یا ایران کنونی متولد شد. او از خانواده‌ای نجیب و اصیل برخاسته بود و از همان کودکی نشانه‌هایی از هوش و شجاعت در او دیده می‌شد. پدر او، ویشتاس، یکی از بزرگان دربار کوروش بزرگ بود. در جوانی، داریوش به عنوان یکی از فرماندهان نظامی کوروش بزرگ و سپس کمبوجیه، پسر کوروش، خدمت کرد. او در لشکرکشی‌های متعددی شرکت داشت و با تدابیر و شجاعت خود مورد توجه قرار گرفت. پس از مرگ کمبوجیه در سال 522 پیش از میلاد، امپراتوری هخامنشی با شورش‌ها و آشفتگی‌هایی روبرو شد. داریوش با شجاعت و تدبیر غاصب تخت پادشاهی، دومات، مرگ را شکست داد و خود را به عنوان شاه ایران معرفی کرد. این پیروزی آغاز حکومت 36 ساله او. داریوش به سرعت دست به اصلاحات گسترده‌ای زد. او امپراتوری هخامنشی را به 20 استان یا ساتراپی تقسیم کرد و سیستم مالیاتگیری منظم و دقیق را به اجرا گذاشت. داریوش همچنین به ساختارهای اداری و قضایی امپراتوری نظم بخشید و پروژه‌های بزرگی مانند راه شاهی و کانال سوئز را به پایان رساند. داریوش بزرگ نه تنها یک اصلاحگر بود، بلکه یک فرمانده نظامی برجسته نیز به شمار می‌رفت. او توانست شورش‌های داخلی را سرکوب کند و امپراتوری را به سرزمین‌های جدیدی مانند هند و تراس که بخشی از بلغارستان امروزی است، گسترش دهد. با این حال، تلاش او برای تسخیر یونان در نبرد ماراتون با شکست مواجه شد. یکی از بزرگترین دستاوردهای داریوش ساخت تخت جامشید بود. این مجموعه عظیم و باشکوه نمادی از قدرت و عظمت امپراتوری هخامنشی بود و به عنوان پایتخت تشریفاتی و مرکز فرهنگی ایران ساخته شد. داریوش بزرگ در سال 486 پیش از میلاد، پس از 36 سال حکومت درگذشت. او امپراتوری را به جا گذاشت که از نظر وسعت و ثروت بی‌نظیر بود. پسر او، خشایارشا، پس از او به تخت نشست و امپراتوری هخامنشی را به راه او ادامه داد. داریوش بزرگ نه تنها به عنوان یک شاه جنگجو، بلکه به عنوان یک اصلاحگر و سازنده نیز در تاریخ شناخته می شود. اصلاحات او زمینه‌ساز ثبات و قدرت بیشتر امپراتوری هخامنشی شد و آثار برجسته‌ای از دوران او به جایی مانده که هنوز هم مورد تحسین جهان است. زندگی داریوش بزرگ نمونه‌ای از رهبری هوشمندانه و تلاش برای ساختن یک امپراتوری پایدار و ماندگار بود. میراث او همچنان در تاریخ ایران و جهان جاودانه باقی مانده است.